کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 12 آگوست سال 2022 خبر داد که طی روز گذشته در آب‌های جمهوری باز دو حادثه ناخوش مرگ‌آور ثبت شده است. از جمله یک کودک 4 ساله در ناحیه ورزاب در کول سنی پالوی دریای ورزاب به سبب او را به نظارت ماندن والدانش غرق شد. به جای حادثه گروه نوبدار نجات بخشان از ریاست ایالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه فرستادند جسد کودک را از آب بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. همین طور یک جوان 19 ساله از جماعت آبشقلچه نویه باباجان غفوروف هنگام آببازی در یک مکان برای آببازی ممنوع سیردریا غرق شده است. نجات دهندگان ریاست فوق‌العاده ولایت سوخت جسد او را بعد یک ساعت جستجو پیدا کرده از آب بیرون برآوردند و به مقامات ملی سپاریدند. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده طی 7 ماه سال 2022 در کل دریاها و کانال‌های تاجیکستان الکی 123 نفر از جمله 64 نابالغ سنشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود.